تصور میشد زمان خطی است، گذشته، حال، آینده، یک خط مستقیم که ما در آن حرکت میکنیم. اما چه میشود اگر به تو بگویم که زمان واقعی نیست؟ زمان بنیادی نیست، بلکه این یک توهم است، چیزی که از انرژی و ادراک ناشی میشود. زمان به نظر واقعی میرسد زیرا ما نیاز داریم که تجربیات خود را معنا دهیم. این مانند چارچوبی است که برای هدایت زندگی ایجاد کرده ایم. اما در حقیقت هر لحظه، گذشته، حال، آینده به طور همزمان در حال وجود دارند. پس این برای ما چه معنایی دارد؟ به این معنی است که به گذشته گره نخورده ایم. ما منتظر آینده نیستیم. تنها چیزی که واقعی است همین لحظه، همین الان است. اکنون اینجا جایی است که وقتی زمان را به عنوان یک مانع تلقی نمی کنیم، شروع به تغییر